اگر اکستنشن موژه انجام بدیم و بهداشت رو رعایت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ میدونم که خیلیا اکستنشن موژه جز روتین زندگیشونه و چندین ساله که دارن انجام میدن. وقت پیش یه عکس دیدم کسی که اکستنشن موژه گذاشته بود روی پلکش حالت پوست ریزی داشت و خیلی برام جالب بود که چرا اصلا این اتفاق افتاده. وقتی در موردش خوندم متوجه شدم اگر شخصی اکستنشن موژه بذاره و بهداشت رو رعایت نکنه چربی و سلول‌های مرده روی ریشه موژه تجمع پیدا میکنه و یک محیط عالی برای تکثیر انگل دمودکس ایجاد میشه. این انگل میتونه باعث التهاب و خارش پلک، شوره موژه و حتی ریزش موژه بشه. برای حل این مشکل بهتره که در قدم اول به پزشک متخصص مراجعه کنید و یه روتین شستشو با محصولات تخصصی داشته باشید. محصولاتی مثل فوم شستشوی پلک و موژه سریتا و یا شامپوی پلک و موژه آرگوسول.